داری پژوهشگری خیلی شناخته و وزیره کشور ما دکتر محیط سیاستشناسی عضو وابسته اکادمی ملی محیط تاجیکستان محمد عبدالرحمن نوروز برگزار می‌گردد که بسیار رمزی نام گرفته است و جشن وحدت ملی و 60 سالگی فعالیت علمی پژوهشی سیاستشناس شناخته تاجیک محمد عبدالرحمن نوروز و برای تبریک و برای ارائه سخن افتتاحی با کمال احترام سخن را با پرزیدنت اکادمی ملی محیط تاجیکستان اکادمی شاهزاده فاضل محمد عبدالرحمن 25 ایون سال 1958 در تاجیکستان عزیز به دنیا آمده است. چونکه همه گوشه‌ها کنار ما تاجیکستان است و هم خود ما تاجیکستان عزیز بوده و دنیا آمده است. استاد در طول فعالیت 40 ساله مبارکت خویش در وظیفه‌های کارگر عادی، معلم کلان، مدیر کافتر، سرمتخصصی شعبه علم، معلم کلانی کالج حربی وزارت مدافع تاجیکستان، سرمتخصص شعبه مدافع و ترتیبات حقوقی، دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس دانشکده طبیعی جسمانی تاجیکستان، دکان فاکولته فلسفه دانشگاه ملی تاجیکستان، مشورتچی کلان، سردار شعبه امنیت اطلاعاتی، پیشگویی رابطه‌های بین‌الخلقی، دستگاه شورای امنیت تاجیکستان، دایرکتور اینستیتوت فلسفه سیاستشناسی و حقوقی به نام استاد بهاءالدین اکادمی ملی علم‌ها و طول 6 سال نایب پرزیدنت اکادمی ملی علم‌ها کار و فعالیت نموده است. واقعا سال طولانی من نیز استاد را می‌شناسم و در دوران راهبری هم که سال اول مرا تعیین کردند 1 سال استاد چون رسیدیم باز بر دیدار هم ما را مران، چون رسیدیم باز بر دیدار هم ما را مران، پس از این جا محفل خود کردم ما خیرت مان. می شود آغاز محفل با درود و با سلام، عمر انسانی اگر از دوستی یابد دوام. استادان عزیز، مهمانان گرامی قدر، پیش از همه شما را به محفل خیرت و مناسبت جشن وحدت ملی و 40 سال فعالیت علمی پژوهشی عالی سیاستشناسی معروف تاجیک استاد عزیز محمد عبدالرحمن در این بارگاه علم و معرفت برگزار می‌گردد. خیر مقدم می‌گوییم از صحبت خلق خویش یا بین گوهر، با فیض دعای پیر و برنای وطن، سرسبزی بود میان خلق کشور. در راه سعادت و صفای مردم با رشته عزم نیکی بستیم کمر. با شکر و قناعت و وفا در میهن، هر لقمه ما مثالی شه است و شکر. خورشید سعادت است در کشور ما از فیض سیاست نکوی سرور. در کشور خود ز صلح و وحدت شادیم، با مردم خوش‌ضمیر و با اهل نظر. چون فرد اصیل و کامل ملت نیک، جان را به وطن همیشه سازیم سپر. استاد مؤلف زیاده 350 کتاب و مونوگرافیا و مقاله‌های علمی بوده. زیر راهبری پروفسور 7 نفر دکتر علم و 30 نفر نامزدان علم به کمال رسیدند. واقعا در شرایط امروزه برای یک شاگرد را آماده کرده چقدر راهبر، چقدر استاد زحمت می‌کشد. برای یک صفحه رساله نامزدی یا دکتری شاگرد را خواندن چقدر عالی روحاً عذاب می‌کشد که چون همچون راهبر علم است، چون که همچون مشاور علمی است، پس نفر دیگری در باره شاگرد این کس یک چیزی گفته نتواند و اون مقصد و وظیفه، اون نوگانی‌های علمی که امروز در رساله‌های علمی از جانب راهبران تفتیش کردیم که دقیقاً آن رو معین می‌کنند که به نهایت کاری چی است؟ کاری مشکل است که به شما استاد عزیز صحتی کامل، عمر دراز، عمر با برکت، روزگار خوش و آباد را آرزو ماندم. واقعا من همین پیش از آمدن موضوع را ورق زدم. در بین موضوع یک چند مثل شعری که استاد خیراندیش نوشته است، من همین به شما میبخشم و به همین
با کاری محفل برام کامیابی میخوام و من دوباره وقتی در اینجا راجمان هستم فکر اندیشه شما بیان میکنم. استاد خیراندیش نوشته است که زیهی چشمی که هرگز نم نگیرد، زیهی چشمی که هرگز نم نگیرد، زیهی مردی که در دل غم نگیرد. همه دلها شود از کینه خالی که آدم قصاص از آدم میگیرد. به هر یک خانه و در توی باشد اله هیچ کس ماتم نگیرد. شکست آینه اسکندری را هر آن ملت که جامی جمع نگیرد. قلم زینهار خیراندیش نگذار، قلم باید یگان دم نگیرد. خدا خواهد دم نگیرد و باز اثرها مطالعه شود، شاگردهای نو پیدا شود برای جامعه موزه، برای آماده کردن کادرهای بلند اختصاص. سرساله‌ها و سرساله‌ها شما خدمت فرمان سربراش دانشمندی محمد عبدالرحمن نوشته هفتمی در چی سالگی خب بعدا درباره مشتینگیری استاد سال 2024 هم به زبان روسی هم به زبان تاجیکی اصلا ارائه کردن. مشتینگیری در مسیر تاریخ تاجیکان و با زبان روسی باشد. برها مشتینگیری مستوری تاجیک در اثر استاد اثبات میکند که همین مشتینگیری این ورزش تاجیکی است و این تاجیکان کشف کردن، تاجیکان باش آوردن. این به خاطر باز حفظ ارزش‌های ملی، خاطره تاریخی و اثبات کردن همون فرهنگ ملی یک اثر بسیار خوبی است که در تعلیم تربیت جوانان بسیار نقش مهمی می‌گذارد. همین ما رو در مکتب می‌بینند بهتر چقدر تربیت می‌کنند. از همین خودی از این فیاکی میگه که کتاب خوشی بوده بیاره، ندارونه، چیز نکنه، خط نکشه. ما همین که تربیت ببینیم، پسیخولوژی یکان میشه که ما از خط می‌ترسیم. من اسپیران شده بودم از خط می‌ترسیدم. خط زدن خط می‌ترسیدم که یک وایرون نشد. فکر می‌کردم خط چیزی است که همین دیگر باید ممکن نیست تغییر بدم. اما وقتی که با استاد مقاله می‌آوردم، استاد میگه مقاله ما سیاه کلام می‌ده دستم. گفتم ممکن است آخری کردن خط. گفتم که آدم باید از خط نترسد. اگر آدم نوشته است، شما هم آدم نیست. شما می‌تونید تغییر بدید، دیگر کنید، مکمل کنید. این چیزا من از استاد آموختم و یکی از موفقیت‌های من در این بود که من دیگر از خط نمی‌ترسم. باز من کتاب‌های دارم کتاب میشه طرف‌های دو طرف یعنی گوشه کتاب با قلم و رشته نوشته شده است. دیگر از تغییر دادن این خط نمی‌ترسم. لازم شد خط ارسطو رو تغییر بدم بعد دیگر شد. همش با اون متناسب است. وقتی که رکتور دانشگاه تربیت جسمانی بودن در یک کنفرانس بین‌المللی سخنرانی می‌کرد در مورد سیدعلی حمادپوری. بعداً وزیر فرهنگ میگوید که شما هم مفروض دارید از موضوع چی می‌کنید یا ورزشکار اومد از آن شما سخنرانی سوختر بکنید. یعنی فکر نمی‌کردن که دکتر ایدریس یوسفی هستید. فکر می‌کردن که برابر هم گذاره یک ورزشکار یا مشکلی. سهم استاد عبدالرحمن محمد در تحقیق موضوع جایگاه و مقام تاریخی تاجیکان سخن میگویم. میخوام درباره تاریخ شناسشویمون یک یادآور شوم. وقتی که کمینه کاتب مسئول جشن 2700 سالگی شهر کلاب بودم، در روزنامه نجات یک مقاله چاپ شد از نام حرمگوی خادر که همین جشن رو بسیار بدگویی کرده بود و وقتی که ما با این مقاله جواب نوشتیم، اونا خواستن که از همین نوشته های استاد عبدالرحمن محمد یک سوء استفاده کنن و چند اقتباسی آوردن ولی اونا با مقصدشان نرسیدن و این اولین شناسی غایبانه من با استاد عبدالرحمن محمد بودن و بعدا ما آهسته وقتی که ما از نزدیک شناس شدیم و کاملا آثار علمی استاد را مطالعه کردم، بسیار با خوبی درک کردم که در آثار علمی استاد عبدالرحمن محمد پیش از همه
مقام علم تاریخ همچون یک علم بسیار مهم و همچون علم شریف مشاهده می شود. تاریخ دولت سامانیا ما برای حفظ امنیت ملی خود که بسیار آثار علمی استاد به همین موضوع امنیت ملی بخشیده شده است باید سبق بیاموزیم. خب دیگر موضوع درباره دیگر شخصیت‌ها از جمله مثلا درباره محمد قاسمی نوشتن، درباره شخصیت‌های تاریخی امام اعظم، درباره کوروش کبیر، حتی درباره پهلوان محمود خوارزمی و درباره لیو نیکولایویچ تولستوی نوشتن و در این البته استاد موقع علمی خود را دارند، نظر خود را دارند. واقعا نظری که استاد وابسته به جغرافیای تاریخی نویسند این موضوع توران میباشد. ما امروز می‌دانیم که نماینده‌های پانتورکیسم از اردوغان سر کرده تا دیگر اعلام میکنند آنها کوشش دارند که امروز آسیای میانه نامش ترکستان گذاشته شود. اما ما می‌دانیم که از همون قصه فریدون که توران یا که تور نام فرزند فریدون بود و استاد رو آوردن به سرچشمه بسیار معتمدی تاریخ ملت ما و اوستا و دیگر ادبیات ملی و اثبات کردن که این دعوای پانتورکیستا هیچ یک اساسی ندارد و تور و ترک هیچ وابستگی و علاقه‌مندی ندارد و تور اصلا این یک نام مردم آریایی میباشد. و در خلاصه همین را گفتنی هستند که هرچند استاد در اصل رشته اساسی حقیقتشون حکمت است، سیاست شناسی است، ولی چون علم تاریخ یک علم شریف است بسیار نماینده‌های همه اینها را خواه و کنار خودش جلب میکنند و استاد در تحقیق موضوعهای تاریخی، در تحقیق مقام تاریخی خلق‌تاجی و فرزندان با خلاصه رسیدند که علم تاریخ مادر علم هاست. سلام. اکنون درباره کتاب سیاست که با نزدیکی به تب رسیده است و ما فکر میکنم که در ما همین عنوان قدی عنوان سیاست قدی کتاب تا همین روز به بچه نرسیده است. یک خصوصیت خاص این کتاب در اون است که مثلا همین کتاب پیش از همه آغاز این کتاب بسیار یک جنبه عمیق عملی دارد. سری چنین نام دارد که امامعلی رحمان سیاستمدار خردمند، تجربه و دوربین. ما می‌دانیم که یکی از مسائل‌های بسیار مهم و محوری در سیاست این مسئله حاکمیت است. مسئله حاکمیت، مسئله اداره حاکمیت، مسئله تنظیم درست روندهای اجتماعی سیاسی که به واسطه وظیفه رهبر سیاسی هستند، سرور سیاسی هستند، این یک از مسائل‌های محوری اساسی سیاست در شما می‌آید و دیگر مسائل‌هایی که پیدا می‌شوند در اطراف همین مسئله پیدا می‌شوند. و خود همین تحلیلی که استاد در همین قسمت کردن در مسئله تشکل مکتب سیاسی امامعلی رحمان، تشکل مکتب رهبری امامعلی رحمان و پیش از همه فضیلت‌های رهبری و سربری که به یک سرور موفق خاص هستند. و یک چیز بسیار خوب دارند در جمله نام داشته که پرزیدنت مملکت پیشوای معظم ملت پیشوای وضعیتی نیستند. در نظریه سیاسی سه کاتگوری پیشروها هستند یا کاتگوری وضعیتی هستند. یعنی نظریه‌هایی هستند که اونها میگن که نظریه وضعیتی است که یک وضعیت معین پیشرو می‌کند می‌برد. نظریه خصلت‌ها است که مثلا میگه که خصوصیت طبیعی و دارد از تولد شده همین خصلت سربری در انسان هست و خصلت‌های مثلا نظریه خاریزماتیکی است که باید قدرت فوق‌العاده را خوش می‌کند و این با کاتگوری سربران اونیورسالی وارد می‌کند که در حقیقت با این کاتگوری سربران اونیورسالی در همه وضعیت یک راه درست و تنظیم درستی حل مسائل سیاسی و پیدا شونده که در جامعه هستند می‌آورد. و بسیار یک چیز خوب دیگر این است که در حالت‌های نظریه‌ای همون فعالیت عملی که از جانب پیشروی معظم ملت شده است و همین روند تشکل‌یابی مکتب دولت‌های محترم امامعلی رحمان را استاد در همین قسمت کتاب خودشان بسیار خوب تحلیل کرده. و من هم فکر میکنم که امروز وقتی اون است که مثلا ما دیگه از دید تاریخی و حضور میکنیم و قدرت پیشروی معظم ملت یا که از دید مثلا جنبه‌های دیگر داشت میکنیم، امروز وقتی اون است که ما یک از دید مثلا کنسپتوالی، از دید نظریه‌ای و حضوری کنیم در دایره همون کانسپت‌های سیاسی که موجود هستند، همین فعالیت همین مکتب ما امروز در همین حالت‌ها قدرت کنیم شکل گیرانیم و
برای معرفی بیشتر اون کوشش کردم چون این مکتب صرف ملی اداره کنی است یا به خودی تشکل میتونی خودی پیشوری ملتی در همه جا مورد تشکل برمان است تحلیل قرار داشته دیگر موضوع کتاب درباره سیاست همچون ظهورات جمعیتی است و همین در این باب تمام این مسائلی که وابسته به سیاست همچون ظهورات جمعیتی خاص هستند از آن جمله خودی سر کرده از شخص همچون یک سوبیکت سیاست و سیاست همچون صنعت و می‌دانیم که سیاست صنعت می‌بینیم یعنی کدام صنعت است این صنعت امکان پذیر است میگن تو политика это искусство возможного и искусство возможности همین است که همه حالت‌هایی که می‌تونن که عاقبت‌های فاجعه‌آور داشته باشد می‌تونن که اونا همین با یک صنعت خاص بودی و روند سازنده و دیگر حالت‌هایی که برای جامعه فایده‌آور هستند وعده کنند و دیگر چیز مسئله شعور سیاسی است مسئله شعور دینی است یکی از مسائل‌های بسیار وسیع بحث شونده در جامعه امروزی ما است مسئله انسان و سیاست است نقش انسان در سیاست و غیر انسان در سیاست است که این در دایره همین باب سیاست همچون ظهورات جمعیتی مورد تحلیل قرار داشته است و باب سوم باشد این مرحله‌های اساسی تشکل و انکشاف عقیده‌های سیاسی است و در حقیقت مقصود در همین بسیار مرحله بندی کرده و کردگی است و تحقیق کرده هر یک دوره تاریخی از دید سیاسی خصوصیت خاصی خودش اصل بیرون خاصی خودش دارد و فرهنگ خودش دارد یعنی هر یک عالمی نازویی‌های دوره‌ها که به واسطه تاثیر خودشان به تشکل عقیده‌های سیاسی نظریه‌های سیاسی می‌رسانند در دایره همین باب مورد تحلیل قرار داشته است و باب 4 این افکار سیاسی تفکری فاسد وجود است ما امروز وقتی که در روند آموزش در روند تحلیل تحقیق و بعضی عقیده‌های متفکران خودمون می‌بینیم بعد می‌بینیم که این گپی که در اصل 18 این کوله‌های غرب گفتن اینا در اصل 10 و 11 گفته می‌رسند یعنی بعد برای همین این قسمت پررب و تحلیل اندیشه‌های متفکران فاسد وجود ما بخشیده شده است و باب پنجم باشد این نظریه و نقش آن در علم‌های سیاسی در اینجا این باب متفق گذاشتن یعنی که نظریه در علم سیاسی چی اهمیت دارد چی خصوصیت دارد یعنی ما شما می‌دونیم که مثلا گوش ببینید مثلا تحلیل دارد هر تحلیلگری که از دید نظریوی و دونش و قوت دارد در تحلیل روندهای سیاسی و تماما یک دیدی کنسپچوالی دارد و از دید دیگر باور نظر برای همین در اینجا در دوره خود همون متدولوژی نظریه‌های سیاسی و مقطع نظریه‌های سیاسی در سیستم سیاسی آورده شده و باب ششم سیاست‌شناسی این درباره سیاست است که درباره خود انالیز زمینه‌های پیدایش سیاست کاتگوری‌های علم‌های قانونیت‌های علمی سیاست‌شناسی در این قسمت بحث می‌کنیم و در مجموع این کتاب برای همه اون افرادی که با مسائل آموزشی مسائل سیاست شناسی و مسائل سیاست شناسی عملی شغل دارند بتوانند که مفید باشند تشکر زیاد برای توجه چون آغاز همه کلام سلام است و آرزوی شیرین سلامتی این هر دو برای همه شما هم از آن حاضرین گرامی سلطان تقدیم می‌کنم. خب چون استاد پروفسور عبدالرحمن محمد در برنامه‌شان یک رقم بسیار نقد معرفی کردن رقم چیز رو من هم حرکت میکنم خیلی چند سوال دیگر رو نداشتم سوال شد حدیث و دیگر کارو من میخواهم که تمایز خود رو در 40 ثانیه بیان نمایم. تمیز تئوری الکترونی البته شخصا من خودم استاد عبدالرحمن محمد رو از عنوان دانشجویی میدانم و پس پیش نخوانده تمام برنامه در حیثیت تمیز تئوری الکترونی در حجمی شما هم بدانید که در تمیز حرف و کلمه را میشموره در حدود 3700 حرف در اینجا آورده همه آنها را نمیخونم چون که وقتی گفتگیم قصر میشود فقط یک باید داخلش جنبست کرده میخونیم که شاید گفته است کتابی فضل تو را آبی و کافی نیست که ترک کنی سری انگشت و صفحه بشود مبارک باشد. از خصوص سوال بودن
استاد محترم رو و بسیار کننده و 40 سال فعالیت کاری تبریک میگیم. آرزوی ما رو که فعالیت می‌برد استاد همیشه شهرت باشد و اثرهای نو برای توسعه دنیا نماید. من در کورسی پنجم خوندم که استاد دیگران فاکولته فلسفه تهیه کرده و ما این گروه رو ختم کردیم. تقدیر همین بود است بعدی چند سال استاد ما دیگران فاکولته داشتیم با استاد ایماندار استاد اکادمیک شخصیت فعالیت کردیم. چی خیلی هستی؟ همین مرا پیدرپر از کورسی استاد میبرد. استاد دیرکت استاد فلسفه بودم. ما پیشنهاد استاد اکادمیک شخصیت برای بود دیرکت استاد فلسفه تهیه کردم. یعنی در همین مسیر ما از کورسی استاد همیشه روان هستیم. شاید جواب پیدرپر ما را صحبت تکرار میگن ما را تکرار نوزیده میگیم. این کس این مورد عبدالرحمن من مورد عبدالرحمن دیگری این هم تقدیر است. من فکر میکنم که مکتب‌های ما کمی فرزندسا در سایه سیاستشناسی هستند، سرشناس هستند. ما در فضای علمی که ما باور هستیم این فضای علمی و مکتب استاد روان نوروز هست و ما با این اشتغال میکنیم و من فکر میکنم که شاگردان استاد که در مکتب استاد باور هستند اینها هم اشتغال میکنند. فقط آرزوی همین رو داریم که کار و پای کار استاد مکتب استاد رو شاگردان واقعا ارزنده تربیت کردن این مکتب رو ادامه دهند و زیاد چیز رو خاطر استاد سرکاری علمی انستیتو است. ما یک رسم گرفتیم که با استاد برای فعالیت بین‌السان افتخارنامه تقدیم نماییم. سلام استادان گرامی، من مرتضی بختیار نبرای محمد عبدالرحمن نوروز امروز بابا جان من زادروز دارد. پیش از همه من بابا جانم را تبریک میکنم و شعر بختیار رحمانیان را با نام نکومرد زمان برای شما شمار میکنم. نکومرد زمان ما محمد عبدالرحمن است. همیشه با وطن مسئول و فکر تاجیکستان است. سخنساز و سخنوارا چراغ جمهور محفلها و فهم غایه ملی یک عالم و دوران است. بدون نام او دریای ما به موج و به آب است و شب اندر سماع این ما مانند مهتاب است و نظم عارفانه صادقانه را میجوید. یگانه شاعر سرا موای کلاب است. همه داخل میسازند همیشه غایه ملت و روزانه نایب هم سرمایه ملت. دیگر یک شب بامر در خواب ابورایی محمد عبدالرحمن را همه بر پایه ملت. نکومد و نکو آهنگ و هم شعر با میدان است. سراپا میهن است و وقت مهر تاجیکستان است. او از او پهلوان در این و هم در زور و در بزرگ همیشه افسر جانش فقط هم شعران است. مبارک زادروزم مرد دفع خودشناسی دور و دوران شما هستم بگویم من سپاسی دور. همیشه خورمی یزگارت را ای استاد بخوانم یک دعای کن هم یک التماس دور. زادروز مبارک بزرگ تشکر.